اولین و بهترین نوازنده سنتور در دوره قاجار کی بوده؟ محمد صادق خان سنتورچی ملقب به سرورالملک، نوازنده سرشناس سنتور و کمانچه دوره ناصرالدین شاه بود. او نوازنده ستار هم بود. او کمانچه رو نزد پدرش یاد گرفت و برای سنتور پیش سنتورخان رفت. محمد صادق خان 2 پسر داشت، یکی به نام مطلب خان، هم اسم جدش، که او هم سنتور میزده ولی در جوانی در گذشته و شهرت زیادی نیافته بود. اسم فرزند دومش هم عبدالله، که او هم نوازنده سنتور بود. دوست علی معیری گفته صادق خان در موقعی که ناصرالدین شاه خواب بوده براش سنتور میزده. محمد صادق خان در دهه آخر ناصری رئیس قبیله طرب شد، به همین دلیل بعضی او را به محمد صادق خان رئیس میشناختند. داریوش صفت محمد صادق خان رو به عنوان اولین موسیقیدان ایرانی یاد میکنه که دست به پیانو برد. همچنین روح الله خالقی صادق خان و اولین نوازنده پیانو در ایران میدونه. علی اکبر شاهی یکی از شاگردان حبیب سماعی، یکی از شاگردان محمد صادق خان بودند. آثاری از صادق خان با دستگاه فونوگراف از او ضبط شده. وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ میرفته در یکی از مسافرت‌ها سرورالملک و سماع و حضور هم همراهش بودند. وقتی شاه از سر حد خارج شد، محمد صادق خان و سماع و حضور رو به قصد قهوه خانه نشستن و شروع کردن به سنتور زدن. صدای ساز را جمع می کردن و دهاتی ها انقدر علاقه‌مند شدند و مشتاق شدند که آنها را نزد خودشون نگه داشتن و با کمال احترام پذیرایی کردند. علی اکبر سنتوری میگه روزی به منزل محمد صادق خان رفته، میخواسته در بزنه، پشت در صدای سنتور شنیده و چنین به نظرش خوش اومده که این جوانکی با صوت زیر همراه با ساز وی میخونه و صدای سنتور آواز میومد. به گفته نوازندگان صادق خان اولین کسی بود که پیانو رو کوک ایرانی کرد. محمد صادق خان پیش از شروع فعالیت کمپانی فرومان بوفون، محمد صادق خان در سال 1322 قمری از دنیا رفت. اگه شما هم از دانستنی‌های موسیقی لذت بردید، حتما کانال موزیک هیستوری رو دنبال